سلام دوستان، خوش اومدین به قسمت سوم آموزش قلاب بافی. قسمت قبل یاد گرفتیم چطور گره خفت و زنجیره رو بزنیم. حالا نوبت بافت پایه کوتاه هست. پایه کوتاه یکی از پایه‌های پرکاربرد و پایه‌های اصلیه که خیلی تو پروژه ها به درد ما میخوره. پس با من همراه باشین تا آموزش این بافت رو ببینید. پایه کوتاه رو در زبان انگلیسی به اسم سینگل کروشی هست یا مخففش همون SC هستش که تو پترنا و نقشه هایی که به زبان انگلیسی هستن نوشتاری هستن تو اون نقشه ها نوشته شده که سینگل کروشی یا همون SC دیده میشن. برای بافت پای کوتاه ما سری قبل یاد گرفتیم که چطور گره خفت و زنجیره بزنیم. حالا ما برای اینکه بافت پای کوتاهمون رو داشته باشیم باید ابتدا زنجیره رو بزنیم. این گره خفتمون هر تعداد که مد نظرمون هست زنجیره میزنیم. دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، 10 تا زنجیره زدیم. برای بافت پای کوتاه ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم این اولین زنجیره ماست. از دومین زنجیره 2 تا قسمت داره که شکل وی هست یا همون هفته. این قسمتی که به سمت روه یعنی بالاست. قلاب رو داخل میکنیم، نخ رو از زیر میگیریم، از این حلقه رد میکنیم. حالا ما 2 تا حلقه روی قلاب داریم. نخ رو میگیریم و از داخل این 2 تا حلقمون میکشیم بیرون. این میشه پای کوتاه. دوباره قلاب رو داخل زنجیره میکنیم، نخ رو از زیر میگیریم، دوباره نخ رو از داخل این 2 تا حلقه رد میکنیم. یک بار دیگه قلاب رو از داخل زنجیرمون رد میکنیم، نخ رو از زیر میاریم بیرون. حالا 2 تا ما حلقه داریم روی قلابمون. نخ رو میگیریم، از داخل هر 2 میکشیم بیرون. این میشه پای کوتاه. و توی پای کوتاه خیلی باید دقت کنیم که بافتمون شبیه هم باشه، یعنی یکی شل یکی سفت نباشه. به این شکل پای کوتاه میزنیم تا انتها. بهتون نشون میدم که چطور باید حالا به ردیف دوممون بریم. بخوایم ردیف دوم مثلا بخوایم یه کلاه یا یه عروسک یا لباس و هر چیزی که هست یا یه کیف رو بخوایم ببافیم یه تعداد مشخصی مثلا زنجیره داره، مثلا 50 تا مثلا 60 تا. اونو ما باید حواسمون باشه که الان من 10 تا زنجیره زدم که 9 تاشو بافتم، بخوام ردیف دومم ببافم. ببینید الان بخوایم بشماریم اینجا هم شکلش مثل 7.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا شد. پای کوتاه زدیم. برای اینکه بخوایم به ردیف دوم بریم، برای اینکه ما این کار رو برگردونیم، یک زنجیره میزنیم و برمیگردیم. برای اینکه داخل پای کوتاه حالا بخوایم ببافیم، دوباره پایه ببافیم، ما قلاب رو از زیر جوری رد میکنیم که دوتا لبش، یعنی هم این هم این، داخل قلاب ما باشن. قلاب رو از زیر میگیریم، از داخل هر دوی این پایه رد میکنیم، دوباره نخ رو از داخل هر دو حلقه رد میکنیم، میشه پایه کوتاه. یک بار دیگه قلاب رو از اینجا رد میکنیم جوری که هر دو تا لب پایه کوتاه ما داخل قلاب قرار بگیره. نخ رو از زیر میگیریم و از هر دو رد میکنیم. این میشه پایه کوتاه ما. این از آموزش پایه کوتاه. خیلی ممنون که تا انتها با من بودید. برای آموزش‌های بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید تا افراد بیشتری بتونن ببینن. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.